کتاب غلبه بر گفت و گوی درونی منفی، اثر دکتر شادی هلمستر، راهکارهای عملی برای شناسایی و تغییر افکار منفی درونی ارائه می‌دهد تا فرد بتواند کیفیت زندگی خود را بهبود بخشد و اعتماد به نفس بیشتری کسب کند. در ادامه، خلاصه‌ای از مهمترین نکات این کتاب را مرور می‌کنیم. مفهوم گفت و گوی درونی منفی. گفت و گوی درونی همون صدای ذهنی است که با ما صحبت می‌کند و می‌تواند مثبت یا منفی باشد. نوع منفی آن معمولاً شامل انتقاد، سرزنش، ناامیدی و ترس است که بر تصمیم‌گیری، احساسات و رفتارهای ما تأثیر منفی می‌گذارد. مراحل غلبه بر گفت و گوی منفی. شناسایی افکار منفی. ابتدا باید متوجه شیم چه نوع افکاری در ذهنمان تکرار می‌شوند و چگونه بر احساساتمان اثر می‌گذارند. بازنویسی گفت و گوها، جایگزینی جملات منفی با جملات مثبت و سازنده، مانند من نمی‌توانم با من در حال یادگیری هستم. تمرین گفت و گوی مثبت، استفاده روزانه از جملات تأکیدی مثبت برای تقویت ذهنیت سازنده. تغییر باورهای محدود کننده، بررسی باورهایی که مانع رشد ما هستند و جایگزینی آنها با باورهای توانمندساز. ویژگی‌های کتاب شامل تمرین‌های عملی و مثال‌های واقعی برای درک بهتر مفاهیم. ترکیبی از روانشناسی شناختی و تکنیک‌های خودیاری، مناسب برای افرادی که دچار خودسرزنشی، اضطراب یا کاهش اعتماد به نفس هستند. هدف نهایی ایجاد گفت و گوی درونی مثبت و سازنده که منجر به افزایش شادی، انگیزه و موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی شود. در ادامه چند تمرین کاربردی از کتاب غلبه بر گفت و گوی درونی منفی آوردم که میتونی همین امروز امتحانشون کنی. تمرین 1. بازنویسی گفت و گوی منفی. هدف: تبدیل جملات منفی به جملات مثبت و توانمندساز. روش: یک جمله منفی که اغلب در ذهن تکرار میشه بنویس، مثل من همیشه خراب میکنم. 2. حالا اون رو به جمله مثبت بازنویسی کن. من در حال یادگیری هستم و هر روز بهتر میشم. نکته: این تمرین رو روزانه با 3 جمله انجام بده. تمرین 2. گفتگوی مثبت جلوی آینه. هدف: تقویت اعتماد به نفس و خودپذیری. روش: 1. هر روز صبح جلوی آینه بایست. 2. با صدای بلند 3 جمله تأکیدی مثبت بگو، مثل من ارزشمندم. من توانایی رسیدن به اهدافم رو دارم. من خودم رو دوست دارم. تمرین 3. دفترچه افکار. هدف: شناسایی الگوهای فکری منفی و بررسی آنها. روش: 1. هر بار که احساس منفی داشتی، بنویس چه فکری داشتی؟ چه احساسی داشتی؟ چه رفتاری انجام دادی؟ 2. بعد بررسی کن که آیا این فکر واقعا منطقی بوده یا نه. تمرین 4. تکنیک توقف فکر. هدف: قطع جریان افکار منفی در لحظه. روش: 1. وقتی متوجه شدی فکری منفی در ذهن تکرار میشه، با صدای بلند یا در ذهن بگو. توقف. 2. بلافاصله یک فکر مثبت جایگزین کن، مثل من میتونم از پسش بر بیام. اگر خواستی، میتونم برات یک برنامه 7 روزه تمرینی طراحی کنم تا این مهارت‌ها رو به صورت روزانه تمرین کنی. فقط کافیه بگی دوست داری شروع کنی. اگر خوشتون اومد، کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب یادیتون نره تا ویدیو بعد. بدرود.